در دل اسکاندیناوی، جایی که جنگل هرگز به خواب نمی رود و درختان رازهایی کهن‌تر از زمان را در گوش باد زمزمه می کنند، افسانه‌ای پا گرفت. این داستان رگنهیل است. نخستین اسکوگسرا. برخلاف دیگران، رگنهیل از جنگل نمی ترسید. وقتی اهالی روستا در گوش هم از نفرین آن جنگل می گفتند، او گوش می داد و در دل همان سکوت چیزی را می شنید که گویی نامش را صدا می زد. اما بعضی صداها پاسخی نمی‌خواهند. آن شب نحس او نیز قدم در تاریکی گذاشت، بی‌اعتنا به هشدارهایی که نسل‌ها پیش بر استخوان‌ها کنده شده بود. مردم می‌گفتند روح‌هایی در جنگل کمین کرده‌اند، روح‌هایی که جان‌های سرگردان را می‌بلعند. اما رگنهیل باور نداشت. ای کاش باور میکرد. جنگل همه را بلعیده بود و حالا نوبت او بود، رگنهیل. جنگل او را برگزیده بود و هرگز رهایش نخواهد کرد. رگنهیل دیگر وجود نداشت. برخی میگویند او نگهبان جنگل است. بعضی دیگر باور دارند مردان را به نابودی میکشاند. اما چیزی هست که همه بر آن اتفاق دارند. اگر روزی در دل جنگل صدای زنی را شنیدی، دنبال آن نرو، چون اگر بروی دیگر هرگز باز نخواهی گشت. برای افسانه‌ها و اسطوره‌های تاریک بیشتر همراه ما باشید.